یانگا میفته باشم و چشنه که اون بچرم یانگای لوکس او یانگای لوکس یانگا او یانگا لوکس لبای لبای بیایی چه؟ سازی یانگا تینجی خوبی نغزی این ای تلفن آقاتی سومو روی کرد نکیشه اکرانش داده یانگا جون این را بگی این ای سومو را نه اکای شدی روی کرد او یانگا جون منش خیر من بزن خوب احتیاط کردم مالی بیسن مالی خیر منش خیر مالی خالاجان این دارو با سلامتیتون فایده زیاد دارد Новые золотые директора Фаберлик Таджикистан. ассалому алайкум ҳамватанони азиз, ман Юсупова Ситора, элитни директори компания Фаберлик ҳамаи шумо занҳои хонашинро ба кор даъват мекунам. дар командаи ман зиёда аз 2000 нафар занҳои тоҷик кор мекунанд ва беҳтарин маошҳо мегиранд. шуморам яке аз онҳо будан мехоҳед ва зиндагии худро беҳтару хубтар кардан мехоҳед. марҳамат, дар номерои ман нависед. занҳои меҳрубон, барои ин корро пеш бурдан маълумоти олӣ доштани шумо шарт нест ва забони русиро ҳам донистан муҳим нест. муҳим он аст ки шумо телефони ба интернет пайваст дошта бошед ва халос. барои номнавис шудан дар компания Фаберлик дар командаи ман марҳамат, дар рӯи экран WhatsApp нависен. корро сода карда оддӣ карда мефаҳмонем, то ба қуллаҳои баланд расидан кӯмак мекунем. Лидеры, подтвердившие 4 звания. Юсупова Ситора, Юсупов Нейджо. این چه شور است که در دور قمر میبینم همه افق پر از فتنه و شر میبینم این چه شور است که در دور قمر میبینم همه افق پر از فتنه و شر میبینم این چه شور است که در دور قمر میبینم همه افق پر از فتنه و شر سه روزی به میطلبد از ایام علتان است که هر روز بدتر میبینم هر کسی روزی به میطلبد از ایام علتان است که هر روز بدتر میبینم
جنگ است و جدل با مادر پسران را همه بد خواهی پدر میبینم دختران را همه جنگ است و جدل با مادر پسران را همه بد خواهی پدر میبینم این چه شور است که در دور قمر میبینم همه آفاق پر از فتنه و شر میبینم تازه شده مجروح با زیری پالان کفک زرین همه بر گردنی خر میبینم ابلهان را همه شربت ز گلاب و قند است کتی دانا همه از خون جگر میبینم حافظ بشنم خواجه بیرو نکی کن که من این پند به از دور و گوهر میبینم که من این پند به از دور و گوهر میبینم این چه شور است که در دور قمر میبینم همه آفاق پر از فتنه و شر میبینم همه آفاق پر از فتنه و شر میبینم الو قربان جان السلام علیکم الله بای مادر جان قربان جان چند روز از کمی یک گپ با تو گفتم یا بچه جان گپ زنید مادر جان گپ زنید همین جوره بیناموسی فاروق هم میدونی ها شادی رو در نظر داری یک اسبای هوایی نمیشه بچه جان من نظارت دارم شما خواتیر نباشید مادر جان خودتون رو احتیاط کنید مایلش مادر جان احتیاط باشید مایلش بچم خدایا خدایا پسرم در پناه نگهبان شم
سلام اصل جان ببین در خونه چیکار شده ایستاده است زود بیاین تیز خودش به خودش میرقصد نمیدونم زود بیاین تیز مایلش خون السلام السلام چی گپه؟ نمیدونم خودش به خودش میرقصد در حقیقت من نگفتم که این دیوانه میشه بیا باجه جان رقص کنیم بیا بریم استوی فرما جان بیا رقص کنیم استوی فرما بیا رقص چند سال شد دستش چند سال نگرفته سعی اصلا میگیره کافی رئیس میگیرشه این بچه هایده سیگه اوشه جورافتی من دوام رقص رستوران دا دوام رقص رستوران دا میکنی راسته الو سلام برادر گوش کن من زن فاروق را تماما از خود کردم حتی مادرش را هم دیوانه کردم برادر بله استاد جان شناس شوید این بهترین دوستی من نامش شادی بهترین دوست است باور کنید مادرم و اهل اولای ما تنها به همین باور میکنم استاد جان در زندگی هیچگاه یگان دوست چون این نداشتم سلامت باشی بسیاری با تعریف کردی برادر ارزنده ای دوستم ارزنده ای کریم زاده بسیار شدم از شناسی بیا با جای ما مخی استادی من کریم زاده هر وقت مشکلی پیش میاد من نزد استاد جانم میآیم باور کن این یک ستم است برای من استادی من بهترین است خدا خواهد نصیب ان شاء الله برای مصلحت گیری حتما میآیم خوب فهمو تو حتما همین کار را بین فهمو خوب استادی فاروق بود خوب مایلش من بدتر به تو زنگ بزنم ولی این همون استاد است از کار باری ما خبردار شده است چی؟ را حتما چوره شدیدن در کاره سلام برادر سلام علیکم خوب هستی؟ سلامتیت خوب؟ رحمت اینجی میدونی چی کار کردن در کار؟ چی؟ فاروق یک استاد دارد همو از کار باری ما با خبر شده است اگر ما این استاد را از بین نبریم تمام سری ما فوش می شود یکی خیبت نه حاضر مت ده یک چیز میتم همین را برده در چای یا یگان چیز آمیخته کرده برده با اون میدی فهمو کار را بود کن من حتما در خدمتم خوب برادر مالی در تماس میشیم خوب استاد حالت بد می شود سلامتی خوب استاد جان نشناختم سلام من یک راهگذار استاد جان همین صدای فرامی دوتار شما رو شنیدم و خواستم یک از نزدیک شنوم آخه میلش امکانیت میبود یک بار دیگر میلش چی خندت زن ای بارک الله دانشجویی در کجا میخوانی؟ این سود سند هم میخوندم کدام شعبه؟ رژیسور یک خندت زن آفرین
خوش میگذرم. شوخ بود است. خیلی خوش نکرده رفت. خیر چی میگوید شما؟ چی نه؟ آزادی فکری آینده را کردن در کار. خیر دیگر هیچ کس نیست در خونه. خوشحالی میکنیم. بیایید یک جای یک سلفی کنیم. الو سلام علیکم. الو شدی؟ الو لبای برادر شدی شمایین؟ بله مایم. لطفاً برادر جان خود را به دست گیرید. پدر مادر و همسر شما صدمه کرده این حال در بیمارخانه قریه بالا هستند. نفهمیدم اکا یه بار دیگه. گفتنی هم زود به بیمارخانه بیایید. پدر مادر و همسرتون صدمه کرده این حال در بیمارخانه قریه بالا هستند. چی؟ اکا با فکرم شوخی میکنی؟ برادر جان ما شوخی نداریم. زود بیایید در بیمارخانه شما رو انتظاریم. خیر است. چی گپ شد با شما؟ یگون واقعه بد رخ داده است. چی گپ شد آخر؟ فهمونید؟ یگون واقعه بد رخ داده است. فهمونید آخر با من؟ مادرم برادر؟ تو نامی برادری را حذف کرده ای؟ زنکی بیناموس خیال کردی که یک حیات با این حرامزاد کیف و صفا کرده میگردی؟ مادر جان برادر تو ما رو خطا نفهم. فاروق نگو فاروق. نامی ما رو با زبانی حرام نیار. دوستی کر نمکی نوشوب. گم شو از صدی راهی من. فاروق دفشو از خانه من. حرام. نیست فاروق. این سگ بچه ها هیچ ارزش ندارن. دستت را با این بیناموس ها حیف نکن. دفعه این دو حرامی بیناموس التماس ما رو ببخشید. التماس ما رو ببخشید. اوچا جان بیا خونه رفت. دستت را حیف نکنید با این بیناموس ها. اینها را خودش برادر ما یک خطا کردیم تو نکن. برادر برادر حرام زاده ها شما را خدا جزیره شدی با کجا می رویم؟ انسان خوی پا شدی اکنون چی کار میکنیم؟ با کجا می روی؟ من هم با شما می روم. ای تو با کجا؟ من هم آخر با شما می روم. این را بیدان که تو تنها برای 2 روز عیش و عشرت بدی و خلاص. این را بیدان که لایقی من نیستی. نامردی احمق تو ما رو فریب کردی. من چیکار میکنم در اینجا اکنون؟ احمق تو هستی. تو تنها برای 1-2 روز عیش و عشرت بدی و خلاص. من چیکار میکنم در اینجا؟ التماس نرم. نه التماس درو کشو التماس نرم. التماس درو کشو. شدی من چیکار میکنم در اینجا؟ التماس نرم. نه نامردی احمق